مردم انتخابش میکنن. پهلوان بس بخوره زمین تا پهلوان بشه. پهلوان اصلا کسی رو نمیزنه زمین. پهلوان گریه مردم رو پاک میکنه. پهلوان دست مردم رو میگیره، مچ مردم رو نمیگیره. پهلوان رفیقش رو نمیفروشه. پهلوان مردم رو به یه میز نمیفروشه، به پول نمیفروشه. پهلوان معرفت داره. پهلوان عشق خالیه. پهلوان یعنی چی؟ یعنی آقا ابوالفضل، یعنی امام حسین، یعنی مولا علی، بهترین رفیق راز دنیا آقا ابوالفضله. همه میان. گفت عباس وقتی با خدا دست داد که هر دو دستش رو از دست داد، مانم بخرمش. گفت برادر منه ولی من باش رفیقم. پیشنهاد کردم بهش، دستش داد، چشش داد. اصلا آقا ابوالفضل به اون آدم بزرگی میگه میاد شرمنده بشه. شرمنده آب شد یعنی چی؟ میگه میشه یه پهلوان، یه جوانمرد خودش سیراب بشه و همه تشنه باشه؟ نه، این حرفا نیست. ما امام حسین یعنی به خاطر یه کاسه آب شهید شد؟ نه، آبهای دنیا. امام حسین اگه میخواد دستش میزد تو زمین همه جای آب دنیا رو میگیره. امام حسین رو مظلومیت و شجاعتش امام حسین شد.